شما بهترین مدافعی که حتما تو کامنت ها بگید، ولی یه مدافعی که واقعا از لحاظ شخصیت فوق العاده است، اعتماد به نفس بالایی داره و وقتی میخواد دفاع کنه انگار وارد یه جنگ شده. بچه‌ها امانتداری یعنی ناموس داری، نتونی بذاری ناموس نداری. اصل دوم فاصله مدافع با مهاجمه. اگر من خیلی وایسم عقب، هم بهش فضا دادم برای شوت کردن و هم ببین اجازه دادم بهش واسه تصمیم گیری. و اما اگرم خیلی بیام نزدیکش، ببین خیلی راحت میتونم دریبل بخورم. ببین خیلی راحت من میتونم دریبل بخورم اگر خیلی نزدیکش بشم. پس بعد چیکار کنیم؟ یه نکته سوم. نکته سوم که مهمترین نکته در اصل دفاع هست، گارد دفاعی شماست بچه‌ها، که باید نیم تیغ، ببین نیم تیغ و روی پنجه وایسید شما. ببین من میام عقب‌تر باش، ببین میام عقب‌تر و جوری وایسادم نیم تیغ که این بازیکن حریف رو من هدایت کنم به فضای تنگ‌تر. یعنی وقتی دروازه اونجاست، اگر من بخوام اینجوری نیم تیغ وایسم، ببین فضا دادم بهش واسه حرکت کردن. پس نیم تیغ من جوری وای میسم که اینو هدایت کنم به فضای تنگ‌تر. بیا الان دیدید توپشو خیلی راحت تونستم بزنم. نیم تیغ وایسادن رو هیچ وقت فراموش نکنید. یه دلیل دیگه هم که همیشه ما به شما میگیم که باید نیم تیغ وایسید، اینه که ببین وقتی توپو انداخت و حرکت کرد، راحت میتونید بدوید دنبالش و بهش برسید. ولی خیلی وقتا اگر گارد دفاعت اینجوری ژاپنی باشه، دریبلت میکنه. حالا دیگه تا تو برگردی بخوای برسی بهش، مهاجم رفت. رفتنت مثل یه حادثه. و اما میرسیم به مورد چهارم. یادمه یه بار یکی از مهاجما اومد راز دلش واسه من گفت که آقا وقتی یک مدافع میاد به من شوک میده، من هول میشم توپمو خراب میکنم، هول میشم توپم میفته. حالا بهش یه راهکاری گفتم که راهکار خیلی کمک کننده بود، ولی اصل داستان توی مورد چهارم شوک دادن. بچه‌ها شوک دادن چیه؟ بیا الان ببین من در حالی که نیم تیغ وایسادم، ببین وقتی مدام میام ببین شوک میدم بهش، این هول میشه، تو بهش از دست میده. پس به عنوان یک مدافع وقتی میخوای تو به حریف رو بگیری میتونی شوک بدی، اما عجله هم نباید کنی بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی اگر من مثلا مدافعم، ببین اگر در حالی که شوک میدم بخوام عجله کنم برم روی پاش، این با سرعت عکس العمل بالا خیلی سریع منو دریبل میکنه. باید حواست باشه، صبور باشی، شوک بدی. در یک لحظه که توپ یکم ازش جدا شده، تعادلش به هم ریخت، همون لحظه بری روی پاشو توپشو بگیری شما با شوک دادن. اوکی، پس این هم شد مورد بعدی ما. حالا اگر شما مهاجم هستی، من این وسط داخل پرانتز این رازم بهتون بگم، همونطور که وقتی یک مدافع به مهاجم شوک میده، مهاجم میترسه توپشو خراب میکنه، برعکس قضیه هم وجود داره. وایس اونجا، یعنی اگر من مهاجم باشم و ایشون مدافع باشه، ببین اگر من مدام بخوام بدن بیارم، مدام بخوام پا عوض کنم، حکم شوک دادن رو به مدافع داره. یعنی شما هم اگر یک مهاجم تکنیکی باشی، این مدافع هم میترسه که بیاد رو پای مهاجم تکنیکی، چون ممکنه خیلی راحت دریبل بخوره. بریم سراغ نکته بعدی. نکته پنجم بچه‌ها اینه که شما باید بین مدافع و دروازه وایسی. همونطور که بهتون گفتم نباید فضا بدی، نباید این سمت وایسی که این خیلی راحت بتونه شوت خودشو بزنه. الان مهاجمای باهوش حتما لازم نیست مدافع رو کره حیوانی دهناد، پای ثابت همه وعده هات. دریبل بزنن. یه لحظه دیدی کشید بیرون شوتشو زد. پس گارد من باید جوری باشه که ببین هم حواسم به دروازه باشه، روبروی دروازه باشم، و هم حواسم به بازیکن حریف باشه. یعنی بین مدافع و فضای خالی دروازه باید وایسم. به عنوان یک مدافع باید جایگیریم درست بشه.
راستی در دوره آموزشیمون یعنی ستاره شو پلاس در کنار 100 جلسه تمرین کلی آنالیزهای اختصاصی برای هر پست هست، وظایف، شعاع حرکتی، جایگیری هر پست رو دقیق ریز به ریز آموزش دادم بهتون بچه‌ها برای پست مدافع، هافک، مهاجم، وینگر. نکته بعدی بچه‌ها زمانیه که دفاع 2 در برابر 1 هستش، یعنی یکم وایس اینورتر. ببین 2 تا بازیکن حریف این پشت دروازه است، فقط منم و 2 نفر روبروی منن. در این زمان بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که تأخیر ایجاد کنید، این فضای این بازیکن رو ببندی، همینجور بیای عقب. حالا گاهن خیلیا فندایک رو مسخره میکردن، بهش میگفتن سلطان دنده عقب، در حالی که فندایک داشت تأخیر ایجاد میکرد. تو این شرایط تأخیر ایجاد میکنی تا بقیه بازیکن‌ها برسن. تنها کاری که شما در شرایطی که برابر 1 میتونی انجام بدی اینه که تأخیر ایجاد کنی، اینه که اینو هولش کنی، اینه که